ساکنان محله که باید خانه‌هایشان تخریب شود از مبلغ جبران پولی پیشنهادی مقامات راضی نیستند. با این وجود اکثر آنها وارد بحث شدن نمی‌خواهند. قرار درباره ساختمان نو قبول شده است و بسیاری ها از مخالفت با مقامات می‌هراسند. حرکت می‌کنید دیگه در مرکز نه، مرکز بیرون می‌خرید. در مرکز نرخ کلا معامله نقص خوبون نکی خیلی نرخشون کم است. مطابق نیست. من یه حوالی کلونه یا سه خونگی خریده نمیشه میشه. من 68,000 نرخ کردم. اقل 3 در خونته ندادن. من دو عشام. هم دو تا بسه. دو خونگی یک تا. نسیم ما کجا میبرم. با ساکنان دو انتخاب پیشنهاد شده است: خانه از فاند شهر و یا مبلغ نقد. بیشتری ها با گرفتن مبلغ ترجیح دادند، چون با این وسیله حداقل مکان زیست را خودشان معین میکنند. در بخش معماری و ساختمان شهرداری میگویند مبلغ جبران پولی از روی عدالت، یعنی با نظرداشت نرخ بازار تعیین شده است. با قرار شهرداری و با دستور حکومت کمیسیون مخصوص تأسیس داده شد. آنها در پی آموزش خانه ها را بهاگذاری کردند. از کمیسیون گذشتند، همه میدانند. با همه ساکنان 2 مرتبه مجلس گذراندیم، با آنها شرح دادند. شعبه فاند شهری با تخریب خانه ها و پرداخت جبران پولی مشغول است. طبق نقشه تا سال 2021 یعنی بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت تاجیکستان، به جای منزل‌های تخریب شده بنیاد مجمع استقلالیت در نظر است. ساختمان مذکور با طول 121 متر بلندترین بنا در کشور خواهد بود. آن شکل اهرام 8 کنجه و 7 دروازه خواهد داشت. در برنامه اخبار تاجیکستان ماکت مجمع نشر شده است و طبق آن داخلی مجمع از آثارخانه و تالارهای مجلسگاه برای چاره‌بینی‌های حکومتی عبارت می شود. همچنان بالایش را تاج بزرگ زیب خواهد داد. ضمناً در آزمون پیشنهادی لایحه که سال گذشته جنبست شد، گروهی زیر رهبری شهردار دوشنبه غالب آمد. در اطراف ساختمان که از 29 گکتار عبارت است، باغ با 10 فواره‌ها بنیاد می شود. این مجمع از لحاظ خراجات گرانترین خواهد بود. ارزش لایحه عظیم آشکار کردن نمی شود، اما یقین است برای کشوری که بیش از 30% اهالیش زیر خط فقر به سر می برد از حد زیاد است.